سلام، به کانال خوشمزه ایرانی خوش اومدید. توی این ویدیو قراره یه دسر خوشمزه زمستونی درست کنیم که در کمترین زمان با مواد اولیه در دسترس میتونید درستش کنید. بریم با هم درستش کنیم. اول پودر ژلاتین رو به آب لبو اضافه میکنیم. بعد با روش بماری روی کتری حل میکنیم. لبوهای پخته شده و خرد شده رو به همراه مواد دیگه یعنی پودر قند، خامه صبحانه، آب لبو و ژلاتین حل شده رو در همزن یا خرد کن مخلوط میکنیم. و در ظرفی که از قبل خوب چرب کردیم یا قالب مورد نظر میریزیم. و حدود 4 تا 5 ساعت در یخچال میذاریم تا خودشو بگیره. بعد کناره های قالب رو جدا کرده و در ظرف مورد نظر برمیگردونیم. خوشحال میشم نظراتتون رو توی کامنت ها بگید. اگه از این آموزش خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره.